سلام، به نام خدا. این وبینار مخصوص بچه های رشته کامپیوتر هنرستان هستش. در خصوص کاربردهای هوش مصنوعی و زبان برنامه نویسی پایتون میخوایم صحبت کنیم و اینکه یه آشنایی کلی داشته باشیم الان کجاییم، چیکار میکنیم و به کجا میرویم. زیاد حالا نمیخوایم بحث‌های خیلی تخصصی انجام بدیم، نه توی 2 ساعت برنامه جواب میده، نه مفیدم واقع نمیشه. خب، کاربردهای هوش مصنوعی و پایتون در صنعت با همکاری پژوهشسرای ابن سینا هستش و صدام ظاهرا مشکلی نداره و ادامه میدیم. خب، سرفصل‌های دوره یکی معرفی پایتون و بررسی مزایا و معایب اون هست. هر جایی میشنویم فقط مزایا رو میگن، مطمئنا خیلی کم به معایبش اشاره میکنن. کاربردهای مختلفش رو در صنعت بررسی میکنیم که ببینیم به چه صورت هست، چه قسمت‌هایی کاربرد داره و بتونیم داخل اون حوزه ها وارد بشیم انشالله. یه معرفی از امکانات و فرصت های هوش مصنوعی خواهیم داشت و معرفی منابع رایگان هوش مصنوعی و اون روندی که شما در طی یادگیری این حوزه پیش رو خواهید داشت و معرفی میکنیم که انشالله هم بتونید داخل مسابقات پژوهشسرا که به صورت استانی، منطقه‌ای و استانی هست شرکت کنید و حالا اصلا مسابقه خوبیش سر موقعش صحبت خواهیم کرد در مورد مسابقه مفصل در انتهای همین 2 ساعت و میگیم که به چه صورت. خب، بنده سجاد حدادی هستم، معلم هنرستان کار دانش قدس منطقه 15. طراحی گرافیک انجام میدم. عضو مجموعه اینوونت ایران هستم که یه سری مجموعه رویدادهایی در رابطه با هوش مصنوعی و حوزه های مرتبط باش برگزار میکنه و دانشجوی دوره هوش مصنوعی فناپ بانک پاسارگادم هستم و یکی 2 سال در این زمینه دارم فعالیت میکنم. خب، برسیم به پایتون. پایتون یک زبون برنامه نویسی است مثل خیلی از زبونهای دیگه. انشالله اگه برید دانشگاه شما هم میتونید یه زبون برنامه نویسی بنویسید، اصلا یه درس مخصوصی اونجا هست. خیلی قبل‌تر تو 1980 بیشتر زبونها سطح پایین بودن، یعنی لو لول اصطلاحاً میگن. بیشتر این زبونها به سطح ماشین نزدیکتر بودن و کد نوشتن با اونها خیلی سخت و طولانی بوده. در نتیجه این بنده خدا آقای فان روزن تصمیم میگیره یک زبان برنامه نویسی جدیدی رو درست کنه که هدفش کوتاهی و خوانایی کد، بازدهی بالا، نیاز به زبانی با سطح بالاتر از سی باشه. کوتاهی و خوانایی کد، من خودم مثلا با زبان سی مثلا تو زمینه پردازش تصویریه که هم کد زدم. خیلی مثلا کدی که میخواید با یه کار ساده رو با زبان سی انجام بدید، شاید 60 خط 70 خط با زبان سی باید بنویسید که مثلا بیاد تک تک پیکسل ها رو بخونه و اونا رو مثلا سیاه‌سفید بکنه، یه تغییر رنگی بده، افکتی بده و کار مثلا اون کاری که شما ازش میخواید انجام بده. بازدهی بالایی داره، میتونید ازش توی کارهای مختلف استفاده کنید که حالا بررسی میکنیم. نیازی به زبانی با سطح بالاتر هستی، یه زبانی باشه که سریع باشه. به زبون انسان سطح بالا منظور خفن و نمیدونم حرفه‌ای و اینا نیست، یه زبونی که به زبون سطح انسان نزدیکتر باشه. زبونهای سطح پایین زبونهایی هستن که به سطح ماشین نزدیکترن، داخل چیپست ها، سی پی یو ها و اینها جریان دارن. از
0 و 1 باینری بگیرید بیایید بالا تا اسمبلی، تا همین سی پلاس پلاس، سی شارپ و تا بیایم زبونهای سطح بالاتر مثل پایتون و جاوا اسکریپت و این. خب هر چیزی یک فلسفه‌ای داره. فلسفه پایتون هم این 19 تا اصله. حالا چرا 19 تا؟ فلسفه مورد 20 رو قرار بود این همین آقای فان روزن بنویسه که ننوشته. مطالب و اهداف و فلسفه جالبیه، پیشنهاد میکنم حتما بخونید. مثلا مورد اول میگه زیبایی بهتر از زشتیه. هم میتونید اینا بیشتر اصلایی است که برنامه نویس پایتون باید در برنامه نوشتنش رعایت کنه، ولی خب میتونید داخل زندگی هم اینو به کار ببریم. مثلا مورد سوم سادگی بهتر از پیچیدگیه. باز مثلا مورد چهارم میگه پیچیدگی باز بهتر از اینه که ما یک مسئله رو به صورت بغرنج و طوری حل کنیم که نتونیم حلش کنیم. مهم این که حل کنیم، بعد اگه حل کردیم به صورت خیلی ساده که بتونیم اونو ارائه بدیم. یا مثلا مورد بعدی میگه که خوانایی کد یک اصل برای ما. یا مثلا special case aren't special enough to break the rules. میگه اون قسمت هایی از کد شما ممکنه به if و else بخورید، به یه شرایط خاصی بخورید که خارج از اون مجموعه از داده هاتون باشه. این رو میگه یک کیس خاص داشتن به اندازه کافی مناسب نیست که ما بخوایم قوانین رو بشکنیم. و از این دست. یا مثلا پایین تر میگه now is better than never، یعنی الان بهتر از هرگزه. حالا هم داخل زندگی کار برده میشه، خودتون برید اینا رو بخونید، خیلی جالبه. یا مثلا شما اگه ایده ای دارید، اگه نمیتونید خیلی ساده توضیحش بدید، اون احتمالاً ایده بدیه، ولی اگه میگه ایده ای دارید که آسون توضیحش ممکنه ایده خوبی باشه. و از این دست این 19 تا اصلی هست که پایتون بر اساس اینا طراحی شده. ویژگی های پایتون چیه؟ خب این زبان برنامه‌نویسی در اساس این آقای گیدو وان روزن در دهه 1900 ایجاد شد و نسخه اولیش هم حدود 11 سال بعد منتشر میشه. خب سادگی و خوانایی کد هستش اولین موردی که این آقا سعی کرده در نوشتن این کد، در نوشتن و استفاده از این زبان برنامه نویسی رعایت بشه. یعنی که ما کدهامون قابل خوندن باشه، قابل استفاده مجدد باشه و بتونیم بارها و بارها استفاده کنیم. مورد بعدی پایداری و توسعه پذیریه. شما حتما میدونید که الان یکی از زبانهای روی بورس و ترند بازار همین زبان پایتونه. البته به خاطر کاربردهاش هست که بعدتر در اسلایدهای بعدی توضیح میدیم، ولی خب این زبون به دلیل اینکه به سطح زبون انسان نزدیکتره، یعنی میتونیم مثل تقریبا حالت آدمیزادی تری داره کد نوشتنش تا مثلا سی یا اسمبلی و غیره. این خیلی کمک میکنه که افراد زیادتری این زبون رو یاد بگیرن، باهاش کارهای بیشتری انجام بدن. و حالا مثلا اگه شما هر پروژه‌ای مثلا بخواید بزنید، احتمالاً با یه سری مشکلات، باگ‌ها اینا برمیخورید و چون جامعه آماری بالایی داره، این پایداری و توسعه پذیری رو براش امکان کرده و شما به راحتی میتونید مشکلاتتون رو حل کنید. باگ‌هایی اگه داشته باشه، بنیاد پایتون که اینو توسعه میده سریعا اینا رو برطرف میکنه و نسخه های جدید رو منتشر میکنه. مورد بعدی تنوع در کاربرد هاست. این زبان برنامه نویسی خیلی کاربردهای متفاوتی داره، از توسعه وب تا علوم داده و هوش مصنوعی، پردازش تصویر، زمینه‌های خیلی مختلفی داره که اینو بعداً در اسلایدهای بعدی به تفکیک بررسی میکنیم. و اینکه
میتونید شما به عنوان کسی که داره در شروع کار استفاده میکنه با یک زبان برنامه نویسی کارهای مختلفی انجام بدید. کتابخونه ها و فریمورک های مختلفی داره. مثلا در ابتدا که اشاره کردم برای پردازش تصویر شما با یک کتابخونه ساده که ایمپورتش میکنید داخل کدتون به راحتی میتونید خیلی از کارها رو انجام بدید و اصطلاحاً چرخ رو از اول اختراع نکنید. بیاید کدتون رو بر اساس اون قسمت‌های مختلفی که وجود داره و قبلا نوشته شده بیارید بالا و به سرعت و با کیفیت بالایی توسعه بدید. خب بحث مالی همیشه هست. این زبان برنامه‌نویسی پرتقاضاترین زبان برنامه‌نویسی در آگهی‌های شغلی آمریکا و اروپا، به خاطر یکی همین کاربردهای فراوانش هست و دیگری بحث این که ما الان هوش مصنوعی رو داریم که بیشترش بر اساس پایتون سواره. حالا آر هم هست ولی خب زبانهای دیگه ای هم هستن که تو این زمینه، مثلا حتی جاوا اسکریپت هم توی نمایش داده ها تأثیر داره، جاوا هم تأثیر داره و همه اینا هستن، ولی زبانی که بیشترین کاربرد رو داره همین زبان پایتون هست و این آمارش داره هر سال افزایش پیدا میکنه. اون جامعه آماری بالاش و بنیاد پایتون دارن روز به روز اون مشکلاتشو حل میکنن و توی مثلا نسخه 3.11 خیلی از اون بحث سایی که قبلا از معایب پایتون بود رو رفع کردن که جدیدترین نسخش هستش. خب کاربردهای پایتون در صنعت. پایتون به عنوان یک زبان برنامه‌نویسی کاربردهای مختلفی داره، یعنی شما هر حوزه‌ای که دوست داشته باشید در آینده وارد اون بشید میتونید ابتدا با پایتون یک اتودی بزنید، یک پروژه اولیه رو بیارید و امتحان کنید. ما که حالا یه صحبت کلیشه‌ای هست که میگه برید دنبال علاقتون. خب وقتی ما ندونیم علاقمون چی هست دنبال چی بریم؟ پایتون یاد گرفتن خوبیه داره که شما میتونید حوزه‌های مختلف رو امتحان کنید و علاقتون رو پیدا کنید، در صورتی که برای زبان‌های دیگه این آنچنان راحت نیستش به خاطر اون بحث این که کتابخونه‌های محدودتری داره و غیره و غیره. خب کاربرد اولیه‌اش که مثلا حدود 10 سال پیش خیلی چیز بود، خیلی ترندتر بود نسبت به کاربرد بعدی که میگیم هوش مصنوعی، توسعه وب بود. توسعه وب خیلی کاربرد یکی از کاربردهای اساسی پایتون هست که برای بحث بک‌اند سایت، یعنی اون پشت سایت که سرور ران میشه و غیره و با دیتابیس در ارتباط، پایتون خیلی ابزارهای قدرتمندی داره مثل جنگو، فلاسک و فست API که اینا کتابخونه ها و فریمورک هایی هستن که شما میتونید وب اپلیکیشنتون رو بر اساس اون سوار کنید و بیارید بالا. امنیت بالایی دارن نسبت به اینکه بخواید از این به صورت خالص و پیور از زبونهای دیگه مثل PHP و اینا استفاده کنید. فریمورک ها این قدرت رو میدن که خیلی از مسائل رو هندل کردن، مثل خیلی از حملاتی که هکرها انجام میدن. دیتابیس رو خیلی نظاممند کردن. امنیت بالایی داره، داشتم میگفتم از ویژگی هاش، و سرعت بالایی داره. شما اگه بخواید یه سرویس آنلاین رو بیارید بالا، استفاده از جنگو و فلس یا فست API خیلی مناسبه. بیشتر استارتاپ ها که در مرحله لانچ هستن یا میخوان محصولشون رو ارائه بدن یا مثلا میخوان سرمایه جذب کنن، یک مدل اولیه‌ای بخوان درست کنن، بیشتر با استفاده از کتابخونه ها و فریمورک های جنگو پایتون استفاده میکنن تا سرعت بالایی داشته باشه و به اون محصول اولیه برسن که بتونن محصولشون رو به دست سرمایه گذار، به دست
کاستومر و اون مشتری ها سریعتر برسونن تا بتونن اون بازخورد رو بگیرن و پروژهشون رو به پیش ببرن. مورد بعدی علم داده و هوش مصنوعی هست. اینو مفصل بررسی میکنیم. کتابخونه‌های بسیار مختلفی داری که بر اساس پایتون نوشته شده و حتی خود گوگل و فیسبوک کتابخونه‌های اوپن سورس و رایگانی رو در اختیار برنامه نویسا قرار دادن که بتونن با استفاده از پایتون مدل های هوش مصنوعیشون رو تحلیل کنن، داده هاشون رو پاکسازی کنن و از این مدل ها استفاده کنن تا ابزارهای هوش مصنوعی خودشون رو بسازن. اینو توی منبر دوممون مفصل بررسی میکنیم. پایتون با کتابخانه پایگیم شما میتونید بازی های 2 بعدی بسازید. 3 بعدی نیز مورد استفاده قرار میگیره ولی خیلی حرفه‌ای نه، ولی شما میتونید بازی های 2 بعدی ساده ای رو طراحی کنید، بدید حالا تو این جشنواره‌ای که صحبتش خواهد شد این رو ارائه بدید و حالا یک فانی هم داره دیگه، یه سرگرمی داره. ولی خب این آنچنان الان مثلا شما نمیتونید با یاد گرفتن پای گیم برید جایی استخدام بشید، حالا شما که الان دانش آموز هستید، ولی خب باز به این صورت پای گیم میتونه به عنوان یک سرگرمی، گفتم که باید حوزه‌های مختلف رو امتحان کنید تا ببینید علاقتون چی هست. پای گیم میتونید بازی 2 بعدی و حالا 3 بعدی بسازید. بیشتر بازی‌های 3 بعدی که الان مطرح هست با سی شارپ و سی پلاس پلاس اون لاجیکش، اون منطقش نوشته میشه و داخل یونیتی یا موتورهای بازی سازی مثل آنریل انجین اینا بحث‌های گرافیکیش و اون فیزیک محیطش اونا بررسی میشه که حالا باز پایتون به عنوان یک هوش مصنوعی در اون عملکرد بات‌هایی که داخل بازی هست باز اونجا هم کاربرد داره از طریق هوش مصنوعی که بهش میگن reinforcement learning، اونجا هم کاربرد داره. خب پایتون در زمینه برنامه نویسی حوزه اندروید کاربرد داره. با کتابخانه کیوی امکان توسعه برنامه موبایلی رو به شما میده و میتونید مثلا یک اپ موبایل خیلی خوبی رو باش طراحی کنید. باز این هم مثل پای گیم الان به صورت آنچنانی مطرح نیست. ما کاربرداشو بررسی میکنیم ولی بیشتر کاربردها روی همون توسعه وب و هوش مصنوعی. اینا رو صرفا یه سری کاربردهایی هست و حالا توسعه بحث مدیریت سرور هم بحث مهمی هست که حالا اونو بهش نمیپردازیم آنچنان. ولی خب مثلا برنامه نویسی اندروید آنچنان با پایتون جلو نمیره الان در بازار، بیشتر با جاوا هست با کتابخونه‌های مختلفش مثل کاتلین و اینها. ولی خب شما باز میتونید یک پروژه های امتحانی رو، پروژه های آموزشی، پروژه های حالتی دانش آموزی رو با این زبان و این کتابخونه کیوی مدیریت کنید و توسعه بدید. توسعه نرم افزارهای شبکه رو داریم. تو اینترنت مثلا معروفه، شما با 13 خط میتونید یک بکدور یا اصطلاحاً یه در خروجی در یک سروری ایجاد کنید و به این دلیل زبان برنامه‌نویسی پایتون خیلی مفیده که میتونید با تعداد خطهای کد کمتری به هدفتون برسید و حالا توی یک سری کارهایی مثل مدیریت سرور و حالا یا مثلا حمله های سایبری اینا خیلی مفیده و به راحتی مثلا با کمترین کد ممکن شما میتونید به اهدافتون برسید. کتابخونه های مختلفی داره تو این زمینه، میتونید برید به عنوان یک حالا تمرینی، یک اگه علاقه دارید برید و در این زمینه تحقیق کنید و
اطلاعات کسب کنید. بحث بعدی پایتون اتوماسیونه که میتونید اتوماتیک کنید، اتوماسیون، سیستم های اتوماسیون و سیستم های خودکاری برای خودتون درست کنید، مثل چه میدونم بررسی ایمیل، مرتب کردن فایل ها و غیره، و میتونید این کار رو با کتابخونه های مختلفی انجام بدید. داخل بلاکچین و رمز ارزها هم پایتون ابزارهایی داره که میتونید با استفاده از اون، حالا مخصوصا در زمینه اتریوم، یه سری امکاناتی به شما میده و میتونید برای ارتباط با شبکه‌های بلاکچین از این کتابخونه استفاده کنید. توسعه ابزارهای تست و تضمین کیفیت هست. اگه مثلا انشالله تو این زمینه‌ها پیشرفت کنید، یک مبحثی داریم توی توسعه نرم افزار CI/CD که ما باید قبل از انتشار نرم افزارمون همیشه اونو تست بگیریم، ببینیم کار میکنه. حالا با اینکه ما این کار رو انجام میدیم، بازم نرم افزارمون مشکل داره و مورد حمله سایبری هم باز قرار میگیره، ولی خب ما این ابزارها رو داریم با استفاده از پایتون. کتابخونه یونیت تست، این هم در قسمت فرانت اند هم در قسمت بک اند، اینا رو میتونید داخل گیت هاب، یک پلتفرمی هست که شما اونجا میتونید هم کد هاتون رو بذارید، هم با هم دیگه شبکه سازی کنید و با افرادی مثل خودتون اونجا ارتباط برقرار کنید، کداتون رو بذارید. به عنوان مثال میتونید برای یه حالت رزومه از اون استفاده کنید که کداتون اونجا بذارید، کارفرما بیاد اونجا میبینه. و یه قسمت این گیت هاب داره یا گیت لب، که گیت هاب یه سایت، گیت لب یه سایت دیگه، که این ابزارهای تست رو وقتی شما کدتون رو میفرستید داخل این سایت، ابتدا به صورت یه حالتی کاربر تست که شما با کتابخونه یونیت تست به عنوان مثال نوشتید، اون اصلا اپلیکیشن شما رو تست میکنه، کنترل کیفیت اون رو انجام میده و بعد دیپلوی میکنه روی سرورتون و به اون یوزراتون و اون کاربراتون نشون میده. خب تا اینجا ما کاربردهای پایتون در صنعت رو بهش اشاره کردیم و حالا این همه گفتیم. یه سوالی که همیشه از من میپرسن بچه‌ها اینه که آیا بهترین زبان برنامه نویسی پایتون؟ نه خیر، هیچ زبان برنامه نویسی خوبی نداریم مثل آچار فرانسه و پیشگوشتی و چارسوه. اگه ما چه میدونم ابزارهای مختلفی داریم برای کاربردهای مختلفی، همونطور که دیدید خیلی از کاربردهای پایتون آنچنان روی بورس و روی چیز نیستن. بیشتر کاربرد پایتون بر روی توسعه وب و هوش مصنوعی هست. بقیه کاربردها در درجه دوم و سوم هست و در بازار خواهان نداره کسی که بتونه چه میدونم با پایتون گیم درست کنه. شاید گیم خوبی درست کنید و اونو توسعه بدید، کارش بگیره، ولی خود شما برای توسعه اون بازیتون، توسعه اون اپلیکیشنتون، یک اپلیکیشنی که مثلا بر اساس اندروید میسازید، نیاز به افراد دیگه ای دارید که بیایید استخدام کنید و این افراد کم هستن و شما نمیتونید با یه کیس استثنایی بیایید اون کارتون انجام بدید. از مواردی که میشه به معایب پایتون اشاره کرد، سرعت پایینش هست، چون مفسری هست. وقتی یک کد پایتون می نویسید خط به خط اجرا میشه و اگر خطی داخل کد شما اروری داشته باشه، میاد در قسمت ترمینال شما میگه فلان خط در فلان قسمت مشکل داره و شما به راحتی میتونید باگ و اون خطایی که کد شما داره رو بررسی کنید و حل کنید. ولی زبان‌های کامپایلری یا ترجمه‌ای ابتدا به زبان ماشین ترجمه میشن،
به زبان ماشین ترجمه میشن و سپس اجرا میشن. این خوبی که زبانهای کامپایلری دارن مثل زبان C که سرعتشون رو زیاد میکنه، ولی خب برای شمایی که میخوای تازه زبان برنامه نویسی رو یاد بگیرید خوب نیست، توصیه نمیشه اینجوری بگم، چون شما امکان داره یه تیکه از کدتون خطا داشته باشه و نتونید تشخیص بدید. باید از اول تا آخر اون کد رو بشینید نگاه کنید و بررسی کنید. و اینکه مناسب برای چیپست ها و یه زبون سطح بالاییه، به زبون سطح انسان نزدیکه و نمیتونید برای چیپست ها، برای سی پی یو ها و جاهایی که خیلی بیشتر با سخت افزار درگیر هستیم از این زبان استفاده کنید. و مناسب برای توسعه دیتابیس ها نیست به علت همون با سرعت پایینش و اینطوری دیگه. زیاد درگیر بهترین زبان برنامه نویسی نباشیم، شروع کنیم با یه زبون یاد بگیریم. 3-4 تا حوزه های مختلف این زبون داشت، میریم امتحان میکنیم، هر کدومو دوست داشتیم پیش میریم. مثلا آقا من بازی سازی دوست دارم، میرم سی شارپ یاد میگیرم، یونیتی یاد میگیرم فلان. اگه من رفتم اندروید دوست داشتم، میرم کاتلین یاد میگیرم، ادامه میدم. تخصصی تر باید به این ابزارهای خاص خودش رو یاد بگیرید. ولی خب تو بحث هوش مصنوعی و توسعه وب باز پایتون قدرت خوبی داره و میتونه خیلی مفید واقع شد. باز تو همین توسعه وب ما اگه اپلیکیشنمون، وب اپلیکیشنمون نیاز به سرعت بالایی داره، باز نمیتونیم از پایتون استفاده کنیم، باید بریم از زبانهای مثل راست، گولنگ اینا استفاده کنیم که سرعت بالاتری به ما میده. پس در نتیجه با توجه به اون پروژه‌مون میتونیم ابزارها و زبان برنامه نویسیمون رو انتخاب کنیم. خب چرا پایتون یاد بگیریم؟ سادگی یادگیری به زبون سطح انسان نزدیکه. وقتی میخوایم یه چیزی رو پرینت بکنیم مینویسیم، چاپ بکنیم مینویسیم پرینت، داخل پرانتز 2 تا دبل کوتیشن، فارسیش نمیدونم چیه، داخلشون متنشو مینویسیم، یا اگه متغیری باشه همون بدون چیز میذاریم و خیلی ساده است. قدرتمند بودنش و داشتن کتابخونه‌های فراوان. شما میتونید خیلی از پروژه ها رو با ایمپورت کردن کتابخونه ها و خیلی حالت آماده و بدون اختراع کردن چرخ از ابتدا این کار رو انجام بدید. خوانایی بالا و قابلیت استفاده مجدد. این کدهای پایتون شما چون با تعداد خطای کد پایین‌تری نوشته شده، خوانایی بالاتری دارن و قابلیت استفاده مجدد است. کاربردهای متنوع در بخش‌های گوناگون رو دیدیم و سازگاری و قابلیت انتقال. شما نمیتونید خیلی از زبان‌های برنامه نویسی رو در محیط‌های مختلفی ران کنید، ولی پایتون رو به سادگی میشه در محیط‌های لینوکس، ویندوز و یا مک ران کنید. خب مبحث بعدیمون هوش مصنوعی هست.
خب قسمت بعدیمون قسمت هوش مصنوعی هست که یه معرفی میکنیم از کجا شروع شد، به کجا میره و چیکار کنیم ما. خب خب تاریخچه هوش مصنوعی ایده ساخت ماشینی که بدون فکر کنه و قابلیت تفکر، انتخاب و قضاوت داشته باشه به هزاران سال قبل و به دوره یونان باستان برمیگرده. هنگامی که کامپیوترهای قابل برنامه‌ریزی برای اولین بار ساخته شدن، نخستین جرقه‌های ساخت ماشین‌های هوشمند روشن شد و استارت کار از اونجا شروع شد. امروز هوش مصنوعی یک زمینه پر رونقه، تو قسمت‌های مختلفی از صنایع کاربرد داره. یعنی شما اگر امروز بخواید استارتاپی بزنید، کسب و کاری را بندازید که از هوش مصنوعی استفاده نکنه، یه مقداری انگار پروداکت شما، محصول شما آنچنان محبوب دل سرمایه گذارها نخواهد بود و مثلا شما نمیتونید سرمایه جذب کنید و رشد کنید. اصولاً هوش مصنوعی چیه؟ به علمی میگن هوش مصنوعی مراتب مختلفی داره، ولی به صورت کلی یک نمای کلیش یه علمیه که به شما کمک میکنه که ماشین ها قابلیت فکر کردن داشته باشن، بتونن وظایفی انجام بدن که معمولا نیاز به هوش و تصمیم گیری انسانی داره. این کار چجوری انجام میدن؟ بر اساس الگوریتم ها، ریاضیات، محاسبات آماری، محاسبات ریاضی بر روی داده هایی که ما بهشون میدیم. داده ها همون اطلاعاتی هستند که اصطلاحاً برچسب گذاری شدن. یه سری اطلاعات هستن به عنوان مثال قد، وزن، قند خون، فشار خون و اینها. مثلا ما میگیم این فرد از مثلا فلان بیماری، مثلا بیماری سرطان رنج میبره. اینا رو مثلا میدیم، بعد اینا رو ماشین دونه دونه بررسی میکنه، یاد میگیره، بر اساس اینها یک الگویی میسازه از اینها و خودش میاد بعدها اگر یک شخص جدیدی دادیم با یک تناسبی و با 1% احتمالی به ما میگه که آیا این فرد مریض هست یا نیست. تو خیلی از صنایع کار برده میشه، داخل کارخونه ها، داخل پردازش تصویر میاد اون قطعات و قسمت هایی از یک کالایی که به صورت معیوب ساخته شده رو با هوش مصنوعی تشخیص میدن و از چرخه تولید بیرون میارن. خیلی از حملات سایبری رو میدن به هوش مصنوعی، اینو یاد میگیره و حملات جدید رو تشخیص میده و جلوی ارتباطمون با سرور رو میگیره. شما خیلی کاربردهای دیگه‌ای در زمینه سلامت، در زمینه اقتصاد و هر چیزی که بگید این هوش مصنوعی کاربرد داره. خب هوش مصنوعی چه مشکلاتی رو حل میکنه اساسا؟ یه سری اون موقع که برنامه نویسی شروع شد و اولین برنامه ها حدود 70-80 سال پیش از اینطورا که شروع شد، ما میتونستیم مسائلی رو حل کنیم که به صورت فرمول در می اومدن. فرمول یعنی که میتونستیم بگیم آقا چه میدونم، مثل میرید داخل آبربانک و تصمیمات مختلفی میگیرید و بر اساس اون تصمیمات به شما پاسخ میده. یا مثلا یک از این جاروبرقی های هوشمند که داخل فروشگاه چیز هست که خدا تومن هست، این به این صورته که میگه از این نقطه برو به فلان نقطه، اگر به مانع برخوردی بپیچ، دوباره اگه به مانع برخوردی بپیچ، با یک سری ایف و الس هایی. اما اگر و وگرنه به فارسی بگم
میگه اگر اینطوری شد برو فلان تسک رو انجام بده، فلان وظیفه رو انجام بده. اگه اینطوری نشد برو تسک B رو انجام بده. اگه اینطوری نشد تسک C رو انجام بده. آنچنان تسک های مختلفی و تمام اون شرایط رو با این ایف و الس ها، اما ها و با اگرها و وگرنه ها پوشش میدن تا تمام شرایط رو در بر بگیرن. به این صورت شما فکر میکنید که این به هوشمندی رسیده، در صورتی که شاید مثلا صدها ایف و السی داخل اون برنامه نوشته شده. بعدش میاد رشد پیدا میکنه اینها و ما در بازی شطرنج که باز یک محیط بسته ای هست، 64 تا خونه داره، 32 تا مهره داره و حرکت ها خارج از عرف نیست، یعنی شما فاکتورهای غیر منتظری در اون ندارید، اون کاملا قابل برنامه ریزیه. ما تونستیم با همین ایف و الس های مختلف بیایم تمام حالات رو بررسی کنیم و در نهایت قهرمان شطرنج جهان رو، گریگ کاسپاروف رو شکست بدیم با همین چیز. بعدها بازی گو فکر میکنم هستش که یه مقداری بازیش با هنر و خلاقیت درگیر هست. باز این هم پیشرفت کردیم و تونستیم این هم قهرمان‌های این زمینه رو با استفاده از کامپیوتر ببریم و همینطوری رشد کنیم. کارهایی که هوش مصنوعی میتونه انجام بده کارهای حسی هستش یا که ما نمیتونیم فرمولشون کنیم. نمیتونیم بگیم اگه فلان اتفاق افتاد فلان کارو بکن. با مجموعه دستورات دقیق نمیتونیم اونا رو توصیف کنیم. مثلا یک ماشینی رو داخل یک تصویر میتونید چجوری میخواید تشخیص بدید؟ فاکتورهای مختلفی وجود داره. چرخش چه اندازه است؟ فاصله دوربین تا اون عکسه، فاصله دوربین عدسی دوربین تا اون جسم چقدره؟ نور چه فضایی داره؟ سایه چجوری افتاده روش؟ همه اینها موارد غیر قابل پیش بینی هستش. رنگ ماشین چیه؟ و اینها موارد غیر قابل پیش بینی هستش که میتونه ما رو در اینکه بتونیم خیلی فرموله و تمیز و شیک و پیک این انتخاب و این محصولی که میتونه یه ماشینی رو تشخیص بده دوچار اشتباه کنه و ما رو دوچار چالش کنه. هوش مصنوعی میاد این مشکلات رو حل خواهد کرد. میاد با استفاده از آموزش از داده های مختلف این مشکل رو حل میکنه. هوش مصنوعی چگونه کار میکنه؟ هوش مصنوعی با استفاده از خوندن داده های خیلی زیادی، داده های مثلا در هر شاید مثلا 10,000 کیس استادی، یعنی مورد آموزشی، مورد مطالعاتی، میاد اینا رو میخونه. بعدش بر اساس اینها آموزش میبینه، یک مدلی طراحی میکنی بر اساس اون الگوریتم ها، محاسبات آماری و ریاضی که ما بهش میدیم و با استفاده از همون کتابخونه های پایتون هستش. این میاد اون الگوریتم و اون روش شناسایی مدل ها و اون مواردی که ما میخوایم رو خودش میسازه. مثل در دوره دبیرستان یا راهنمایی شما درس میخونید به نام تابع، یه ورودی داره و یه خروجی. ما در هوش مصنوعی میایم این تابع رو درست میکنیم، بتونیم از ورودی ها برسیم به خروجی ها. در این تصاویر مثلا نگاه میکنید تشخیص اعداد که با دستخط نوشته شده، با دست نوشته شده. ما عددهای زیادی، حالا یک شمای خیلی کوچیکی هست، عددهای زیادی با دستخطهای متفاوتی بهش میدیم و اینا رو آموزش میبینه. یه نفر یکو ضخیم مینویسه، یه نفر یکو با علامت مورب بالاش مینویسه. اینها رو همه رو آموزش میبینه که مثلا با 7 نتونه اشتباه بگیره این یکو. مثلا
اینا رو همه رو آموزش میبینه و در نهایت میتونه با استفاده از اون تجربه‌ای که کسب کرده مسائل رو حل کنه. خب یه سری مسائل خیلی پیچیده هستن. ما مسائل پیچیده رو ما خودمون به مسائل کوچکتری تبدیل میکنیم تا بتونیم اونا رو حل کنیم و اونو به صورت سلسله مراتبی در میاریم. مثلا توی پردازش تصویر، توی این قسمتی که عکس این بنده خدا هست، این یکی از الگوریتم‌های همین دیاگرامی که هست، یکی از الگوریتم‌های معروف هوش مصنوعی هست که مربوط به شبکه عصبیه. میاد با استفاده از شبکه عصبی میاد این مسئله ما رو که مثلا تشخیص آبجکته، این آبجکت میتونه کار باشه، ماشین باشه، آدم باشه و یا حیوان دیگه ای به جز حیوان حالا متفاوتی باشه، میگم کار کته. آره، میاد اینا رو میشکنه. ابتدا لایه های خیلی پایینش رو بررسی میکنه، مثلا چه رنگی استفاده شده، بعد حاشیه های اون رنگ ها رو بررسی میکنه، بعد این رو میاد با استفاده از اون دانشی که قبلا داشته میاد تشخیص میده که این به کدوم شی نزدیک تره و همینطوری این عملکرد داخل اون نورون های مغز انسان هم رخ میده. شما وقتی بچه هستید، وقتی دست به یه چیز داغی میزنید، مغز شما، نورون های مغز شما آموزش میبینن که وقتی به یه چیز داغی نزدیک میشید، اون حس لامسه شما، این نورون هاش آموزش میبینن مثل مدل های هوش مصنوعی که وقتی به یک جسم داغی نزدیک میشید، شما باید به صورت غیر ارادی دیگه دستتون میکشید عقب، ولی دفعه اولی که با یه جسم داغ مواجه میشید حتی دستتون رو میزنید و میسوزه دستتون. تو مثلا بحث پزشکی شما مثلا میتونید داده هاتون رو به صورت نموداری به نمایش بذارید و بیمارهای مختلف رو تشخیص بدید. مثلا در همین شکل پایین اومدن یه بیماری رو با روش های مختلفی، این حالا یه دونش الگوریتم دسته بندی یا کلاسترینگ اگه اشتباه نکنم، اون یکی به صورت ساپورت وکتور ماشین هست که میاد داده ها رو به دو قسمت تقسیم میکنه. داده های مثلا کسایی که بیماری رو دارن، کسایی که بیماری رو ندارن و یه سری کارهای آماری که امکان داره این داده ها داخل همدیگه تنیده باشن و احتمال تشخیص اون مدل هوش مصنوعیمون متفاوت باشه. خب کاربرد هوش مصنوعی در صنعت کاربردهای مختلفی داره. گفتم که اگر شما بخواید استارتاپی بزنید الان باید حتما از این فناوری استفاده کنید تا حتما نه، ولی جذابیت داره برای بحث سرمایه گذارهای داخل ایران رو من دقیق نمیدونم، ولی خارج از ایران مثلا دبی که ارتباط دارم بنده، خیلی این استارتاپ ها بیشتر مورد اقبال سرمایه گذارها قرار میگیرن. خب ادورتایزینگ یعنی تبلیغات. شما وقتی میرید داخل گوگل سرچ میکنید، اطلاعاتی به گوگل میدید که آقا علایق من چیه، سوالات من چیه. میگن سوال مهمتر از خود جوابه. وقتی شما یه سوالی پیدا میکنید یعنی یه دغدغه‌ای پیدا کردید و در نتیجه اون مسئله براتون مهمه. ادورتایزینگ یعنی تبلیغات. اطلاعات شما رو میان تحلیل میکنن، به شما میبینن علایق شما چیه، خواسته هاتون چیه، در چه زمانهایی چه چیزهایی رو بیشتر دوست داشتید، چه میدونم مثلا دم عید چه میدونم بیشتر مثلا لباس خریدید، مثلا فلان موقع فلان چیزو بیشتر خریدید. اینا همه رو بررسی میکنن و اطلاعاتش داخل اینترنت هست، داخل مرورگرهای شما داره ثبت میشه. مثلا شرکت اسپاتیفای که بحث
استریم پخش موسیقیه اطلاعات ما رو از گوگل میخره و مثلا اگه شما اسم خواننده رو سرچ کرده باشید، من خودم دیدم داخل اون هوم پیج من میاره که مثلا فلان خواننده هم پلیلیستش رو گوش کن و اینطوری. این بحث خیلی بحث پول سازیه و همه شرکت ها میخوان که بهترین اطلاعاتی که دارن رو تبدیل کنن به اون تبلیغاتشون. مثلا داخل نتفلیکس، همین کمپانی که فیلم و سریال میسازه، شما اگر با استفاده از سرچاتون اگه بیشتر کارگردان سرچ کرده باشید، بنر فیلم ها رو بر اساس کارگردان به شما نشون میده. یعنی تو بحث تولید محتواش هم از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنه. داخل فیلمو همینطور هست، داخل پلتفرم های ایرانی هم همینطور هست و اینها استفاده میشه. روباتیک که از محورهای مسابقه هم هست، حالا من زیاد اطلاعی ندارم، ولی شرکت بوستون داینامیک از این سگای روباتیک زرد داره، به ارتش آمریکا هم میفروشه. اینا بر اساس همین یادگیری ماشین حرکاتشون رو تنظیم کردن و میتونن اینقدر نرم راه برن و عملکردشون رو اینطوری ارتقا دادن. سلف درایوینگ یعنی رانندگی خودران. سلف درایوینگ تو خودروهای تسلا الان این بحث داره دنبال میشه. اگه ویدیوهاشو دیده باشید، هم بحث پردازش تصویر هست، هم بحث اون پردازش محیط اطراف هست. اینا همه رو بر اساس هوش مصنوعی پردازش میکنن و نتیجه رو به اون سیستم ناوبری خود رو اطلاع میدن. حالا درسته که شرکت تسلا حتما گفته مثلا دستتون رو فرمون باشه، ولی باز این خودش خیلی ارزش بالایی. سیستم های پیشنهادگر یا ریکامندیشن انجین، همین سایت های فیلمو، چه میدونم کافه بازار، حتی سایت گوگل، اینا از سیستم های پیشنهادگر استفاده میکنند. سیستم هایی که شما پیشنهاد میکنن بر اساس سلایق شما. ما توی بحث هوش مصنوعی یک مبحثی داریم به اسم پردازش سبد خرید. خب افرادی مثل شما از یه سری خریدها استفاده میکنن و در کنارش یه سری چیزها هم میخرن. میان با استفاده از تحلیل افرادی مثل شما نتیجه میگیرن که آقا این محصولی که خریدی چند نفر دیگه هم فلان محصول رو باهاش خریدن، اینو بیا به افراد مشابه هم پیشنهاد بده. داخل فیلم و سریال، بازی ها، اگه شما با داخل اپ استور ها و سایت های استریم ویدیو و فیلم اینا باشید، میبینید که فیلم هایی به شما نشون میده که با علایق شما فیکسه و شما مثلا فیلم های مشابهی که شما از اون سایت دانلود کردید یا رفتید ریویوشو خوندید یا حتی سرچش کردید، میان دقیقاً کل رفتار کاربر رو در قسمت‌های مختلف، اون موس شما که در کدام قسمت از تصویر قرار میگیره، اینا همه رو بررسی میکنن، اندازه میگیرن شما در هر قسمتی چه مقدار موندید. اینا همه بررسی میشه و اینها تبدیل میشه به یک سیستم ریکامندیشن انجین. در قسمت دراگ دیسکاوری که ما توی بحث کرونا ازش استفاده کردیم، همین فایزر و مدرنا و اینا، اومدن با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی چه در مصرف و چه در تولید، اینا اومدن با استفاده از این مدل‌ها خیلی سریع‌تر، شاید اگه 20 سال 30 سال پیش بود ما هنوز الان درگیر کرونا بودیم و واکسنی وجود نداشت. در قسمت مصرف هم با استفاده از
استارتاپ های این زمینه اومدن رفتار بیماران رو تو قسمت تست دارو یا واکسن اومدن رفتار بیمارها رو بررسی کردن که اون علائمی که بعد از مصرف داروها دارن به چه صورت هست. جامعه آماری مختلفی رو بررسی کردن و تونستن مثلا این واکسن ها رو تولید کنن. الان مثلا دارن روی تولید پروتئین ها خیلی از شرکت ها کار میکنن، چون میدونید که پروتئین غذای سلول هست و اگه ما بتونیم غذای خود سلول رو طراحی و دیزاین کنیم میتونیم خیلی از بیماری ها رو برطرف کنیم، خیلی از حتی سن سلول رو بیاریم پایین یا صفرش کنیم که بتونیم اون حالت جوانسازی یا حالتی جاودانگی رو مثلا برای فرد به وجود بیاریم. language processing همون کاریه که ما داخل چت جی پی تی رخ میده. زبون که زبون انسان یا زبونهای مختلفی که حالا به صورت ما میتونیم نوشته باشه، میتونه با صوت باشه، اینا همه رو در این فیلد صنعتی داره بررسی میشه، در قسمت‌های مختلفی کاربرد داره. خیلی از دانش ما در واقع با استفاده از زبون ما و نوشته های ما انتقال پیدا میکنه. یعنی اگر مدلی ما بسازیم که اینو درک کنه، الان که به اون مرحله نرسیده، ولی اگه بتونیم مدلی رو طراحی کنیم که اونو به صورتی درک کنه، در واقع انگار کل دانش بشری رو دو دستی گذاشتیم داخل سبد AI. اینا خیلی کاربرد داره در زمینه های مثل خدمات مشتری. میتونید چه میدونم API سری اپلیکیشن هایی درست کنید با همین API های OpenAI که همون شرکت چت جی پی تی هست، که روی سایت شما به مشتریان شما پاسخگو باشه هر ساعت از شبانه روز. خیلی از موارد پزشکی رو میشنویم که همین چت بات ها برطرفشون کردن، چون یک پزشک ظرفیت مغزی پایینی داره، به همه اطلاعات در آن واحد دسترسی نداره و در نتیجه نمیتونه بهتر همه یوز کیس ها و اون مواردی که اتفاق افتاده رو پیش بینی کنه و یا توی اون معاینش در نظر بگیره. در نتیجه از این لحاظ بسیار قدرتمند هستش. یا مثلا در زمینه پرستاری، شما ما به عنوان یک انسان اخلاقیات و روحیات متفاوتی داریم. شاید یک زمانی خوشحال باشیم، یه زمانی ناراحت باشیم و این رو عملکرد ما تأثیر میزنه، ولی اصلا برای یک هوش مصنوعی فرقی نمیکنه که یک شما از کجا اومدید، چه زبان و فرهنگی دارید و به خیلی با اون همدردی بیشتری به شما پاسخ میده. یا مثلا وکالت که باید موارد خیلی مختلفی از قوانین رو بخونن، موارد مختلفی از حکم هایی که در همون زمینه مشابه صادر شده رو بخونن و همه اینها با استفاده از پردازش زبان طبیعی امکان پذیره. استاک هدج فاوند یا همون بحث تحلیل داده های بورس و آماری یک مسئله دیگری هست که داده هاش اصلا متفاوته، به داده های تایم سریز معروفه که بر اساس تایم و زمان در زمان پخش شدن و خودش یک فیلد جداییه. شما با استفاده از رفتار بورس در زمانهای مختلف یا سهام‌های بازارهای مختلف، فارکس فرقی نمی‌کنه، بیت کوین، اینا میتونید تشخیص بدید که چه اتفاقی میفته، من چه جوری میتونم پولمو بذارم، پولمو بردارم و اینها. و
به این صورت من یه دقیقه چک کنم. خب کجا بودیم؟ اینجا. بله، شما میتونید با استفاده از اینها یک اسکریپتی بنویسید، یک اپلیکیشن بنویسید که میتونه قیمت سهام رو پیش بینی کنه. اینجا یک مشکلی پیش میاد. ما گفتیم که بر اساس تجربه ها و داده های قبلی هستش که میایم لیست میکنیم، به داخل مدل های هوش مصنوعی میذاریم و اون بر اساس اون یاد میگیره. یک کیس های مانند کرونا که یه دفعه خیلی غیر منتظره وارد میشن، نمیتونن برای خود هوش مصنوعی هم در حال حاضر که یک هوش مصنوعی عمومی نیست قابل حل باشن. اون نتایجی که مثلا در قسمت تحلیل داده های آماری و داده های بازار سهام میکنه، توی شرایطی مثل کرونا که هیچ وقت آموزششو ندیده، میتونه مدل ما رو به اشتباه بندازه و اون تحلیل های ما رو دچار خطا بکنه. و نتورک سکیوریتی هستش که یعنی امنیت شبکه. تو مثال ها گفتیم که یکی از کاربردهاش همین بحث اینکه ما اون حملات سایبری رو بیایم به مدلمون آموزش بدیم و بر اساس اون بیایم حملات جدیدتر رو تشخیص بدیم، ببینیم به هر حال هر نرم افزاری، هر اپلیکیشنی، هر زبان برنامه نویسی یک سری مشکلاتی داره و بر اساس اونها میان هکرها حملاتشون رو انجام میدن. با استفاده از هوش مصنوعی میتونیم این راه ها رو تشخیص بدیم و حملاتی که به سایت ها رو استفاده میشه به حداقل برسونیم. مثلا این توی سامانه های نظامی، سامانه های بانکداری الان خیلی داره پیگیری میشه و روی سرمایه گذاری میشه. خب پروژه های مطرح این زمینه لنگویج، همون زبان. چت جی پی تی که الان نسخه 4.5 هم اومده و نسخه 5 هم در راهه که همون پردازش زبان طبیعی انسان هست که شما میتونید با یک API، یک اپلیکیشن اینترفیس، یک کدی بگیرید، یک ریکوستی بزنید به سایت اوپن ای آی و بتونید یک چت باتی روی اپلیکیشن خودتون درست کنید. همین سایت قسمت‌های مختلفی هم داره، مثل یک هوش مصنوعی برای تولید تصویره که دالی 2 اسمشه. دالی همون نقاشی که حالا نقاشی نمیدونم کجایی بود، اسمشو از اون گرفتن و میتونید اونجا هم مثلا تصاویر تولید کنید. API های مختلفی داره برای پردازش زبان طبیعی، پردازش کدها و غیره. قسمت بعدی، پروژه بعدی که خیلی پروژه مطرحی هست، گیت هاب هست که کوپایلت رو توسعه داده. کوپایلت یک افزونه هوش مصنوعی هست که وقتی شما کد میزنید به شما کدتون رو تکمیل میکنه، کد بهتون پیشنهاد میکنه و حتی کدتون رو دیباگ و خطا یابی میکنه. آلفاگو یک گفتم اشاره کردم داخل شطرنج اومدیم قهرمان جهان رو شکست دادیم. داخل بازی گو هم این پروژه جلو رفته و این امکان که مثلا بتونیم انسان‌های مثلا قهرمان‌های این بازی رو شکست بدیم با استفاده از این پروژه صورت گرفته. اینا داخل یوتیوب هستش، اگه علاقه دارید برید در موردشون
اطلاعات بیشتری کسب کنید. دالی رو اشاره کردم، مال همون اوپن ای آی هست. مید جرنی هم هست که من بیشتر تصاویری که داخل این اسلاید میبینید و از مید جرنی تولید کردم و اینجا گذاشتم. حالا مید جرنی بهتره، ولی خب اون باید برید حتما داخل دیسکورد و اونجا باید اشتراکم داشته باشید. ولی دالی اینطوری نیست. ولی اوپن ای آی استفاده از خدماتش، چون اسمش هم ببینید که اوپن هستش، یعنی باز، هوش مصنوعی باز، یعنی هدفش اینه که انحصار رو از شرکت‌هایی مثل گوگل و فیسبوک در بیاره و تقریبا این کار رو هم با موفقیت تو این 1-2 سال انجام داده. اینم برای تبدیل نوشته به تصویر هست که الان امروز انجام میشه. پروتئین آلفا فولد، بحث دیزاین پروتئین ها هست. پروتئین ها غذای سلول هستن و اگه ما بتونیم اونا رو طراحی کنیم میتونیم خیلی از بیماری ها رو حل کنیم. خیلی از مشکلات که انسان ها مثلا در طول زندگیشون باش مواجه میشن و بتونیم حل کنیم. حتی میتونیم اون سن سلول رو حل کنیم که بیایم سنش رو پایین بیاریم و به این صورت زندگی بشر رو ارتقا بدیم در هم زمینه سلامت و هم زمینه های روحی. مثلا میتونیم یک روانشناسی رو مثلا با چت جی پی تی آموزش بدیم. چت بات های دیگه هم هستن، مثلا شما میتونید یک متنی بدید، بر اساس اون متن پاسخگوی شما باشن. تو این زمینه زیاد پروژه هست، ولی خب ما به این 5 تاش مثلا بسنده کردیم. شما میتونید برید داخل اینترنت سرچ کنید و پروژه های باحالتری ببینید و توی یوتیوب سرچ کنید. یوتیوب یک موتور سرچ انجین خیلی خوبی هست، هم برای یادگیری هم برای کسب دانش. دیگه امروزه دانش و اون علم و تخصص در انحصار دانشگاه ها نیستش و شما میتونید در هر جای جهان برید اون چیزی که دوست دارید رو یاد بگیرید. خب هوش مصنوعی در زندگی روزانه، متاسفانه ببینم کامنت هامون هم بسته است. اگه میشد، اگه بچه ها سوالی دارن کامنت ها رو باز کنیم آخرش. البته سوالاتون حالا نگه دارید دیگه. آره بیان نداره. هوش مصنوعی در زندگی روزانه، ما اصلا بدون اینکه خبر داشته باشیم داریم از این تکنولوژی استفاده میکنیم و خیلی هم مربوط به این 1-2 سال نیست که فکر کنید مثلا خیلی جدیده. سالها گوگل داره با استفاده از همین تکنولوژی داره اون سرچ انجینش رو ایمپروو میکنه، بهتر میکنه و به خاطر همین تونسته بقیه سرچ انجین ها رو از دور رقابت خارج کنه. البته خب در زمینه هوش مصنوعی و اون چت بات بارد و جمنای و اینا یه مقداری از اوپن ای آی شکست خوردن گوگل. خب بسیاری از کارهای روزانه بدون اینکه اطلاع داشته باشی استفاده. الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی، مثلا شما یک محتوایی رو نگاه میکنید، سریعا دارید این پیام رو به الگوریتم چه میدونم اینستاگرام میفرستید که من به این محتوا علاقه دارم. اون تعداد ثانیه هایی که روی یک پست، یک ویدیویی که داخل اینستاگرام هست شما میمونید، اون همه اینا داره محاسبه میشه و با استفاده از اون هوش مصنوعی داره عمل کرد و علایق شما ضبط میشه و به شما سرویس میده. چون هدف اینا اینه که شما بیشتر داخل این شبکه بمونید، بیشتر از این شبکه استفاده کنید، تعداد کلیک بیشتری کنید که
مثلا گوگل سرویس ادزش، گوگل ادز یا همون ادورتایزینگش بر اساس کلیک کار میکنه. شما هر چقدر بیشتر کلیک کنید روی اون سایت ها و لینک ها، بیشتر مثلا گوگل درآمد خواهد داشت. در نتیجه این بحث خیلی مهمه و اون ادورتایزینگ که در صنعت هست الان یکی از موضوعات پیشروی این زمینه هست. خب آموزش و یادگیری، کاربردهای دیگه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، لازم هم نیست متخصص این حوزه باشیم. آموزش و یادگیری میتونید با استفاده از همین چت بات چت جی پی تی، الان بحث صوت و اینهاش هم اوکی شده، شما میتونید با استفاده از این چت بات خیلی راحت زبان انگلیسی یاد بگیرید، موارد دیگر رو یاد بگیرید. البته خب یه مقدار قدیمی هست، تا 2022 هست، ولی خب میتونید خیلی موارد رو یاد بگیرید. قبلا شما باید یه چیزی رو سرچ میکردید داخل گوگل، مثل یه پیرمردی بود که همه کتابا رو خونده بود، همه کتابا رو نخونده بود، فهرست کتابا رو داشت، میگفت کجا برید فلان کتابو بخونید. ولی الان این پیرمرد همه کتابا هم خونده، به شما میگه که چه چیزی میخواید و موارد رو بهتون میگه. شما میتونید هی ازش سوال بپرسید داخل چت بات و اون یادگیری براتون اتفاق میفته. میتونید مقاله ای اگه دارید بدید بهش خلاصه کنه، موارد مهم رو ازش بگیرید، یا هر مورد دیگه که میتونید ازش استفاده کنید برای آموزش و یادگیریتون. میتونید با استفاده از همین چت جی پی تی بحث مکالمه زبان رو خیلی اصولی مثلا یاد بگیرید و کاربردهای مختلفش داخل اینترنت هستش. سریع بگیم که حالا نیم ساعت دیگه هم بیشتر، حالا دیرم شروع کردیم، ولی خب ترجمه ماشین، ترجمه ماشینی همون باز گوگل ترنسلیت هست. گرامرلی اگه شنیده باشید یک ابزاری هستی که بر همین اساس کار میکنه و بر اساس هوش مصنوعی میتونه حتی مشکلات گرامری شما، مشکلات نگارشی شما، همه اینا رو بررسی میکنه و به شما میگه. حالا یه سری کاربردهای دیگه هم هست. تولید محتوا، الان شما هر شبکه اجتماعی رو وا کنید، صدای یه خواننده رو ریختن روی صدای خواننده دیگه ای و دارن باش تولید محتوا میکنن. حالا اینکه بحث فان قضیه است، شما میتونید مطالب خوبی تولید کنید، مثلا داخل لینکدین حساب پریمیومش با استفاده از هوش مصنوعی میتونید پست تولید کنید و اونجا منتشر کنید، از محتوای متنی گرفته تا محتوای تصویری. الان ما ویدیوهای 15 ثانیه‌ای با استفاده از متن میتونید تولید کنید در اپلیکیشن هایی که الان در دسترس هست و خیلی تولید محتوای قدرتمندی داشته باشید. تحلیل داده، حالا ما شغلای دیتا ساینس و دانشمند داده و دیتا آنالیز و که میشه تحلیلگر داده، اینا رو داریم، ولی کن شما مثلا پدرتون یک مغازه‌ای داره و حساباتون رو میتونید داخل یک دونه از این ابزارها ذخیره کنید و میتونید اونا رو تحلیل کنید، ببینید چه محصولی بیشتر خریداری شده، چه محصولی در چه ماهی بیشتر خریداری شده. به شما نمودارهای مختلفی میده که میتونید برای کسب و کار خودتون، برای کسب و کار که دارید از اون استفاده کنید و با استفاده از اون تصمیمات بهتری بگیرید. ابزاراش هم مثل پاور بی آی هست که پاور بیزینس اینتلیجنس که میتونید داخل اینترنت سرچ کنید، یه چیزی شبیه اکسل هست ولی خب بحث تحلیل داده ها رو هم بهش اضافه کردن. خب
خب حالا این همه قصه گفتیم فلان اینا، آینده رو چیکار کنیم؟ آینده هوش مصنوعی خوبه بده؟ خب آینده رو که اولا کسی خبر نداره، دوما وقتی یک موجود باهوشی رو میذاریم داخل یک جامعه ای، معمولا تسلط بر سایر موجودات اون جامعه رو، اون فضا رو، اون محیط رو به دست گرفته. نمونهش همین انسان نمیتونست چه میدونم با فیل و پلنگ و گرگ و اینا در بیفته و باهاشون بجنگه، ولی با استفاده از هوشی که داشت، با استفاده از اون خلاقیتی که داشت، تونست بر اینها غلبه پیدا کنه و حتی سرنوشت اینا الان در دست انسانه. هر تکنولوژی که میاد، حالا شما دیده باشید 2 سال پیش چه میدونم NFT و بلاکچین و اینا بورس بود و این هوش مصنوعی ها خیلی چراغ خاموش داشتن توسعه پیدا میکردن. هر تکنولوژی که جدید میاد همه پنیک اتک میکنن، حمله عصبی بهشون دست میده که آی بدبخت شدیم و فلان و اینا. ولی هر تکنولوژی یه شمشیر دولبه‌ای هست، هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه، میتونه باعث رشد بشریت باشه، هم میتونه باعث ضعف و نابودی بشریت باشه. مثلا بحث های مختلفی تو این زمینه هست، ولی ما حالا اون کارشناس هایی که در این زمینه هستن مثل ایلان ماسک، مثل مدیر عامل شرکت انویدیا که سخت افزار هوش مصنوعی و الان شرکت ایشون مثلا داره کل دنیا رو تأمین میکنه، حدود 5 تا 10 سال تخمین زدن که ما به یک هوش مصنوعی برسیم که به صورت عمومیه. یعنی الان که ما صحبت کردیم هر کدوم از هوش مصنوعی ها یک کاربرد خاصی داشتن. یکی پروتئین دیزاین میکرد، یکی صحبت میکرد فقط، یکی چه میدونم یک کار خاص و کوچیکی انجام میدن. ولی وقتی اینا رو به هم دیگه مرتبط بسازیم، یکی رانندگی میکرد، مثلا هوش مصنوعی که رانندگی میکنید با هوش مصنوعی که دکترتون هست، با هوش مصنوعی که چراغ قرمز رو روشن خاموش میکنه، اینا همه با هم دیگه یک جامعه رو تصور کنید که همه اینا با هم دیگه وصل باشه. به این میگن جنرال ای آی، یعنی هوش مصنوعی عمومی. همه اینا با هم دیگه که کانکت بشن، اون موقع است که انسان یه مقداری در خطر خواهد. و حالا 5 تا 10 سال آینده مثلا میگن شاید به اونجا، حالا در خطر که یه مقدار بزرگ نماییه، ولی خب 5 تا 10 سال آینده شاید به این برسیم. پیش بینی ها شده که با رشد تکنولوژی، با رشد سخت افزار به این مرحله برسیم که کل جامعه ادارش بر اساس همین هوش مصنوعی ها باشه. و خطر یا حالا اون چالشی که ما به نظر میتونیم داشته باشیم که ازشون اطلاع نداشته باشیم. اگه ما از هر تکنولوژی اطلاع داشته باشیم، استفاده کنیم، مثلا هر انقلاب صنعتی که اومد، ابتدا انقلاب کشاورزی بود، افراد مثلا چه میدونم قبلش دونده های خوبی بودن که میتونستن دنبال شکار برن، استقامت بدنی بالاتری داشتن. بعدش انقلاب کشاورزی شد، مردم از قدرت توانایی بدنی کمتری ولی خب باز بود، باید برخوردار میشدن، چه میدونم مثلا اسب و الاغ و اینا اومدن کمک. بعد انقلاب صنعتی شد، باز توانایی های انسان زیاد لازم نبود، شما مثلا میتونستید با حداقل توانایی ها کارهایی رو انجام بدید. ولی خب بعد بحث ای کامرس و دنیای دیجیتال شد، بدون ارتباط، بدون اینکه خیلی بخوایم از نزدیک با هم دیگه کار کنیم،
تونستیم به صورت مجازی با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و حالا این انقلاب صنعتی چهارم که اصطلاحاً بیگ دیتا و اینها هست، داده‌های زیادی هست. یعنی نفته که ما در آینده خواهیم داشت همین داده ها هستن که در اختیار چندین شرکت بزرگی مثل گوگل و فیسبوک و ایناست قرار داره و با استفاده از اون میتونن مدل های هوش مصنوعی رو درست کنن و بر اساس اون بتونن جامعه رو مدیریت کنن. ولی خب ما میتونیم از اینها به عنوان دستیار استفاده کنیم، دستیارهای هوش مصنوعی در معماری، در آموزش، در قسمت‌های مختلفی. مثلا میتونیم همین بحث‌های پروتئین، مولکول، اینا رو بتونیم با استفاده از این مدل‌ها طراحی کنیم و پیاده سازی کنیم. کاری که شاید سالها تحقیقات و توسعه نیاز داشت، شاید با زمان کمتری امکان پذیر شده امروزه. و اینکه مورد بعدی که خواهیم داشت، زیاد اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. هنوز کارهایی که بیشتر کارهایی که مورد خطر هستن کارهایی هستن که بیشتر فکر، قضاوت و تحلیل نیاز دارن. کارهایی که مربوط به کارهای حالا اصطلاحاً یدی هستن زیاد مورد تهدید قرار نمیگیرن، چون کارهای یدی اون بحث توسعه رباتیکش آنچنان پیشرفت نکرده که ما بتونیم از اونها استفاده کنیم. خب LMS هم وصل نشد. خب بریم اینجا که هیچی. خب ما چجوری یاد بگیریم؟ یه سری کاربردهاشو گفتیم در زندگی روزمره. کاربردهای زندگی روزمره از تولید محتوا و آموزش و بحث تحلیل داده ها بود تا قسمت‌های مختلفی دیگه که حالا بعدها خواهد اومد و باش آشنا خواهیم شد. ولی اینکه ما به عنوان یک دیتا ساینتیست، دانشمند داده، یا دیتا آنالیست، تحلیلگر داده، دیتا انجینیرینگ، مهندس داده، بخوایم فعالیت کنیم، روند یادگیریش به چه صورت هستش؟ یادگیری زبان برنامه نویسی، شما میتونید پایتون یاد بگیرید، میتونید آر یاد بگیرید. این دوتا اگه برید داخل آگهی هایی که هستش، این دوتا خیلی روی بورس هستش تو این زمینه و میتونید از اینا استفاده کنید. یادگیری کتابخونه ها و ابزارهای لازم. یه سری کتابخونه های مختلف داره. نامپای هستش که بحث محاسبات آماری و اینها رو انجام میده. پانداس هستش که باز مرتبط با نامپای هست و بحث تحلیل و نمایش داده به صورت مختلف رو داره. حالا مطبلاتلیب و اینا هم هست. کگل هست. کگل یک سایتی که مخصوص دیتا ساینتیست هاست و در اون شما مسابقات مختلفی میتونید برید اونجا شرکت کنید. هم بالای $500,000 هست تا مثلا میلیون ها دلار هم، مثلا 2-3 میلیون هم من دیدم. میتونید اونجا برید مسابقات شرکت کنید، رزومتون اونجا بسازید، مدل های هوش مصنوعیتون اونجا چیز کنید، آموزش بدید. مثلا تا 30 ساعت هم به شما قدرت پردازشی میده. و گوگل کلاب هست. گوگل کلاب 2 ساعت میده، نامرد کمتر میده. گوگل کگل بیشتر میده. و این ابزارها رو برید یاد بگیرید. کار با داده ها و ماشین لرنینگ، این گفتیم که سطوح مختلفی داره. AI مثل بیس کاره، بعدش عمیق‌تر میشه ماشین لرنینگ، عمیق‌تر دیپ لرنینگ و رینفورسمنت لرنینگ هست که
باز قسمت های مختلفی هست که باز نیازمند داره که این ما پروسه رو رد کنیم و به اون قسمت برسیم. یادگیری الگوریتم ها و فریمورک های مطرح هوش مصنوعی هست و اینکه بتونیم با داده ها کار کنیم، داده ها رو اصطلاحاً پاکسازی کنیم، چون داده های صنعتی با داده های آموزش فرق کنه. داده های آموزشی میتونید از سایت کگل دانلود کنید. داده هایی هستن که نیاز به پاک کردن و پاکیزه کردنش. یه سری داده ها هستن به صورت نامنظم درست شدن، یه سری داده ها که داخل دیتابیس هستن محتواش خالیه و اینا رو ما پاک کنیم، تغییر بدیم، یا مثلا از با استفاده از میانگیری مقادیر اونا رو اضافه کنیم، یا میتونیم یه سری داده های جدیدی رو تولید کنیم که اون چگالی و گستردگی داده هامون تأمین بشه و ما از یوز کیس استادی های مختلفی در اون دامنه اون کیس هامون داشته باشیم. و فریمورک های مطرحش یه سری ها رو کتابخونه بودن، یه سری فریمورک ها و ابزارهای دیگه هم هستن مثل تنسرفلو که مال گوگل هست. اینا رو به صورت متن باز و رایگان در اختیار قرار میدن، آموزشاشو خودش میده. پایتورچ هست مال متا یا همون فیسبوک قدیمه. و یه سری بحث‌های بارگذاری و لانچ کردن و اینا که باز در طول این مسیر همواره به اینا برخواهید خورد. مثلا یک جوکی هست که میگه 80% کار دیتا ساینتیست ها تمیز کردن داده هاست و اون 20%ش هست که جوک بیمزه‌ای، 20%ش آموزش مدل هست. دیپ لرنینگ بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از الگوهای پیشرفته تری همچون شبکه عصبیه. دیپ لرنینگ رو ما اون فاکتورها و فیچرهایی که فیچر فارسیش چی میشد؟ فیچرهایی که برای هوش مصنوعی مدلمون تعیین میکنی که بر اساس این ویژگی ها با این مدل رو آموزش ببین، اینا رو دیگه لازم نیست در دیپ لرنینگ بررسی کنیم. خود به خود خیلی پیشرفته تره، اصطلاحاً بهش میگن جعبه سیاه، خودش مدل میکنه و به ما تحویل میده. و به هر حال هر کاری در زمینه هوش مصنوعی برنامه نویسی میکنید، این که باید پروژه انجام بدید. در نهایت میگن زنبور بی اصل و آدم بی عمل، یه همچی چیزی. باید شما مدل ها و پروژه های خودتون انجام بدید، چون کسایی میتونن تو این زمینه موفق بشن. یک که اینکه یک نتورکی کنن، یه شبکه سازی کنن با افراد متخصص این حوزه. دوم اینکه بتونن یادگیریه رو ادامه بدن و پروژه های خودشون رو تولید کنن و این میشه براشون رزومه. خب یه سری لینک های آموزشی هست که بیشترشون، حالا یکیشون پایتونه که مال آقای جادی هستش، فامیلیش یادم رفت، جادی هستش که شما خیلی راحت، خیلی شیوا و زیبا توضیح میده ایشون. میتونید با استفاده از ایشون مثلا پایتون رو خیلی راحت یاد بگیرید. آموزش ماشین لرنینگ هست که باز مال ایشونه، داخل مکتب خونه است، زیاد هزینه خاصی نداره. حالا منم داخل کانال تلگرامم گذاشتم اینو، ولی خب بدون اجازه است. به هر حال شما میتونید از این لینک ها استفاده کنید. اگر زبانتون خوبه، این لینک ها رو بریزید دور. میتونید با استفاده از
بهترین متخصص های دنیا آموزش ببینید. داخل یوتیوب برید سرچ کنید، کتاب دیپ لرنینگ آموزشش هست، کتاب آموزش پایتون هست. همه اینو با استفاده از یوتیوب خیلی راحت میتونید یاد بگیرید. برید داخل کگل پروژه انجام بدید و راحتی یک رزومه بسازید برای خودتون و بتونید تو این زمینه موفق باشید. خب این بحث پرسش و پاسخ، یه 10 دقیقه ما بحث چیز رو توضیح بدیم. مسابقات پژوهش‌سرا. مسابقات پژوهش‌سرا دوره های مختلفی داره. بحث برنامه نویسی پایتون با رویکرد حل مسئله است، برنامه نویسی مبتنی بر هوش مصنوعی و که در 2 قسمت منطقه‌ای و استانی برگزار میشه. فرصت خیلی خوبیه. حالا سوای این که برای شما یک رزومه‌ای میشه، پژوهش‌سرا رو اگر سرچ کنید یک کارنامه خیلی قوی و مثبتی داره و شما میتونید با استفاده از پژوهش‌سرا یه امکان رشد خوبی برای خودتون رقم بزنید. صرف این که در این مسابقات مقام بیارید یا نه. مورد بعدی این که شرکت کردن تو مسابقه خیلی خوبه. مسابقات ما مثلا خود من میگیم فلان کار رو میخوایم انجام بدیم، ولی اون شنبه بعضا اتفاق نمیفته. شرکت در این مسابقات پایتون با رویکرد حل مسئله و برنامه‌نویسی مبتنی بر هوش مصنوعی امکان رو به ما میده که تو یک فرصتی هدفمند و با ددلاین یا همون تایم مشخص، چون هدف گذاشتن یک مسئله‌ای که باید حتما تایم داشته باشه، اهدافمون مشخص باشه و چه بهتر که ما این کار رو به صورت پروژه محور انجام بدیم. پروژه محور یک اپلیکیشنی رو تولید کنیم، یک مدل هوش مصنوعی رو آموزش بدیم. هم رزومه میشه برامون، هم یک تجربه خوبی هستش که میتونیم با استفاده از اون یاد بگیریم و خودمون رو ببینیم علاقمون چیه، شاید اصلا نتونستیم و فرصت خیلی خوبیه. به صورت منطقه‌ای ابتدا شرکت میکنید و سپس استانی هست. حالا شما مثلا میگید الان ما که هیچی نمیدونیم، ولی خیلی از این مدل ها قابل مدل های آماده ای هستن. شما میتونید مثلا همین با استفاده از API های OpenAI میتونید یه چت باتی درست کنید برای خودتون. میتونید بر اساس یک ویژگی اینا رو آموزش بدید و اونو تولید کنید و یا حتی مثلا اگه ایده‌ای دارید اون رو پیش ببرید و با استفاده از اون حالا کسب و کارتون استارت بزنید یا اون حرفتون رو که حالا میخواید برنامه نویس بشید، میخواید دیتا ساینتیست بشید یا هر حوزه دیگه، اونو با استفاده از این فرصتی که هست استارت بزنید. و اینکه حالا ببینیم چیز شد، پرسش و پاسخ هم که بسته است و اینکه حالا من یه سری توضیحات بیشتری بدم. مسابقات رباتیک هست و ربات امدادگر محیط زیست، ربات آتش نشان با آردینو و طراحی و ساخت اسباب بازی، برنامه‌نویسی پایتون با رویکرد حل مسئله. حالا این چیزهای آموزشی رو من داخل یه فایل زیپی سعی می‌کنم قرار بدم و
لینک هاشو و موارد مختلف رو که داخل حالا کانال چیز قرار میدیم و اونجا مثلا بچه ها بتونن استفاده کنن. روی کرده حل مسئله همون الگوریتم هست که بچه ها بتونن یک مسئله ای رو حل کنن. یک کتابی هست اونو قرار میدیم و شرایط مسابقات هم فایلش داخل کانال پژوهشسرا هست. با دقت مطالعه کنید و انشالله بتونید موفق بشید و ما موفقیت شما رو ببینیم. خب اگر پیام ها رو باز کنید که کسی سوال داشته باشه خیلی خوب میشه. ببینیم